درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبر و گزارش‌های تازه امروز چهارشنبه 5 ژانویه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی می‌کنم. در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به موضوع‌های مهمی برنامه. تظاهرات در گوشه‌های گوناگون قزاقستان ادامه کرد. اعتراضگران به چند بنای حکومتی در الماتا یورش بردند و یکی را اشغال کردند. راهگیرها در شهرهای دوشنبه، چناق و در داخل شهر خوجند مرکز ولایت سوغد بالا رفت و شکایت‌ها هم زیاد شدند. تاکسی‌ها 250 300 میلیون ما پاپتیو نمی‌بینیم. کامبغال همه با کامبغال شدیم. چوپانی در ترکیه برای ساختن زندگی در افغانستان. این کسب قدیمی یک کاری سردرآمد برای مهاجران افغان در ترکیه شده است. همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنه برم افغانستان. و شروع میکنیم از قزاقستان که تظاهرات به ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. روز 5 ژانویه گروه از تظاهرگران به بنای حکومتی الماتا پایتخت سابق قزاقستان یورش بردند و در ویدیو دیده می شود که گوشه از این بنا می سوزد. ماموران پلیس قزاقستان هم برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک‌های گیج کننده استفاده بردند. بار اول است در 10 ساله اخیر قزاقستان شاهد چنین بحران می شود و همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را از نزدیک پیگیری دارد و در استودیو با ماست. میرزانبی، شما با همکارانمون از بخش قزاقی صحبت داشتید و کارشناسان و حلقه‌های سیاسی قزاقستان درباره تظاهرات که غیر انتظار دامن زد چی میگویند؟ در واقع اکثریت به این نکته اشاره میکنند که اوضاع در قزاقستان طوری از نظارت خارج شد که حکومت انتظار نداشت، چون فکر میکرد گروهی که با نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت یک راه را بستن آرام میگیرند و دیگر خانه به خانه میروند. اما برعکس تظاهرات در شهرهای دیگر سر زد و اکنون حکومت قاسم جمعه توقیف میخواد از یک طرف با زور، از جمله اعلان وضع فوق‌العاده، و از طرف دیگر با پیشنهاد امتیاز به مردم وضع را آرام کنند. و از جمله گفت که نرخ‌گذاری مواد اولیه از طرف دولت نظارت می شود، برای حمایت اجتماعی کودکان بنیاد تأسیس می دهند و مثل اینها. استعفای حکومت هم یک نوع گذشته به طلبات اعتراضگران خوانده شده است که آن را سالهای دراز به اصلاحات بی‌ثمر اجتماعی و اقتصادی متهم می کردند. به گفته تحلیلگران قضا، مراجعه قاسم جمعه توقیف به مردم هم بیانگر آن بود که خودش درک نکرده است که ریشه های روحی اعتراضی عمیق‌تر است و سبب مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی است که در این کشور سرشار از منابع نفت و گاز جمع شدند. و میرزانبی، تظاهرات در قزاقستان اول به سبب بالا رفتن قیمت گاز طور گفتی آغاز یافت و سپس شعارهای تظاهرگران سیاسی شد، از جمله طلب رفتن رهبران کشور. نظرها در این باره چه هست؟ واقعا درست تاکید کرده طاهر، در این باره تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم، از جمله از همکارانمون از بخش قزاقی رادیو آزادی. تحلیلگران قزاق میگن که سال 2019 3 سال پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گوشه‌های گوناگون قزاقستان جامعه فعال شد و طلبات سیاسی هم پیش گذاشتند. آنها امیدوار بودند که با آمدن قاسم جمعه توقیف که نورسلطان نظربایف را عوض کرد وضع تغییر می‌یابد، انتخابات ها آزادانه صورت می‌گیرند، احوال زندگی مردم بهتر می‌شود. اما در تحلیل می‌بینیم که وعده ها درباره گلگل شکفان کردن قزاقستان پوچ و بی‌اساس برآمده است. دیگر اینکه مردم دیگر از حکومت نمی‌ترسند و سریع آن اندیشه می‌کنند که چرا دیگر کشورها پیش می‌روند و قزاقستان با این همه امکانات و ثروت طبیعیش از جای نمی‌جنبد. در عموم به نوشته تحلیلگران، روحی اعتراضی در قزاقستان سبب‌های زیادی دارد، از جمله ناقناعتمندی از وضع فعلی، ناامیدی از حکومت که به وعده‌هاش وفا نکرد و لبریز شدن کاسه صبر مردم که سالهای دراز امیدوار بود اوضاع و زندگیشون بهتر می‌شود، ولی اینطور نشد. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره تحولات در قزاقستان و سبب‌های تظاهرات مردم صحبت می‌کرد.
قیمت راهگیرها از شهر خوجند مرکز ولایت سوخت به شهر دوشنبه در چند روز اخیر بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش قیمت راهگیرها مینامند. گروه دیگر میگویند تعداد از مسافرکشها خودشان هر قدر که خواستند قیمت را خودسرانه بالا میبرند، ولی در میان این همه بحث‌ها جیب همان مشتریان عادی و مردم ضرر میبیند. فرزان محمدی گزارش میدهد. آنهایی که این شب و روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهگیرها شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرها تقریبا یک برابر قیمت شده است. اینا تاکسی ها 250 300 میلیون. ما پاپتیو نمیبینیم. کامبغال همه با کامبغالش بگیم. ساعت 80 نمیخواد. این تاکسی ها به سبب وای قیمت کردگی باشند، به سبب برف می یا دیگه مسئله می. برف. مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط می دهند. راننده ها میگویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است. روزی من سه شفیور رو پولسان کردم، شفیور میگه که برف وزمین خیلی وزمین است. نرخ نوی روز ویرش کن نرخ نوی هر روز خیلی مشکل است. دینا من سفر کردم آمدم، من نفهمیدم که تو از روز یکم قیمت شدگی است. من نفهمیدم روزی منم پولسان کردم، گفتن از روز یکم از چیزای یکم уже تا روز نرخش دیگه شدگی است. ایش برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که ما مثلا 50 سنتی هم خیزم یا 50 سنتی هم برای مشکل خیزم. برای ما مشکل است. خوجند تو سرواده ها از 80 گفتم 70 میگم میگه 50 بود. هم که بود؟ 50 بود. تاکسی عیبدار نه. بنزین گاز. در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرها در فصل زمستان به نرخ‌گذاری‌های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می‌آید. ولی مسافران میگویند در بعضی حالت مسافرکشان‌ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول می‌گیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه‌ها میگویند راهپولی مسافران را راننده‌های بلند می‌کنند که غیر قانونی فعالیت می‌برند و از زیادشوی مسافران استفاده می‌کنند. آنها میگویند نه همه کراکش‌ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شدن یک افسر میلیسا خویشاوندان مهراجدین گدازاده یک ساکن شهر وحدت را آزرده و نگران کرده است. این جوان و پدر 3 فرزند 8 ماه پیش بعد بازداشت ماموران میلیسا در حالت غیر عادی هلاک شد. خویشاوندان مهراجدین میگویند هلاکت پسرشان تصادف نبود و باید گناهکاران جزا بگیرند. گزارش علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره است. کسانی که نسبت فرزند من به هلاکت رساندگی به نزد قانون جوابگر کرده شود. این خانواده با گذشت 8 ماه از مرگ پسر ماتم دارد. میگویند با وجود تلاش‌های زیاد به پرسش‌های خود درباره مرگ یگانه پسرشان مهراجدین پاسخ نیافتند. عوف یک کاپیتان میلیسا که به مرگ فرزند خانواده عیبدار میشد، نگرانی آنها را بیشتر کرده است. نسبت و یگان چاره ندیدن. چاره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم نسبت وای عفو اعلان نمودن و از این طاقت نکرده دخترچم مزش گریخت و من خودم را با گرفتن نتونسته با آنها جنگ و جنجال برداشتم برای آنکه بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در آنجا دیگر امضا نگذاشتیم و یگام حکم این سود برآورده برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا یگام چیز رو. مهراجدین گدازاده روز 10 اپریل بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. با گفته وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه سیوم شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است.
пайвандонаш иддао доранд ки Меҳроҷиддин аз шиканҷаи кормандони милиса фавтидааст ва бояд омилони марг ҷазо бигиранд. Ягон далелаш набуд, камераҳои назоратиро ба мо нишон надоданд. Ягон чи ба мо нишон надоданд дар нисбати ин. Намонданд ки ман ҳатто утоқи корие ки вай афтода ба ҳалокат расида буд бибинам ва либосҳое ки дар чӣ ҳол вайро ба ҳукми зӯрӣ ба қатл расонда буданд ман вайро бибинам. Ба мо нишон надоданд. дар робита ба марги ҷавони 31-сола додситонӣ ба зидди капитани милиса Хушвақт Файзуллозода барои хунукназарӣ парванда боз кард ва пас аз чанд моҳ додгоҳи ваҳдат ӯро бар асоси қонуни афв аз ҷавобгарӣ озод кард. ин корманди собиқи милиса аз суҳбат ба радиои озодӣ худдорӣ намуд. хонаводааш бе суҳбати видеоӣ гуфтанд ӯ гуноҳе накардааст. мақомоти тафтишотӣ низ намехоҳанд дар бораи ҷузъиёти марги ин ҷавон суҳбат кунанд. хонавода ва адвокати марҳум Гадозода талаб доранд ки барои марги ин ҷавон ба иттиҳоми ҷой доштани шиканҷа парванда боз шавад. адвокат якчанд дархостҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва якчанд дархостҳо оиди гузарондани экспертизаҳо, оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод кардагӣ буд, аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархостҳо қонеъ нагашта буд. наздикони Меҳроҷиддин ки аз ӯ 3 фарзанд мондааст мегӯянд талош барои муҷозоти омилони марги ӯро идома хоҳанд дод. хонаводаи Меҳроҷиддин Гадозода бо норозигӣ аз қарори додгоҳи шаҳри Ваҳдат ва таҳқиқу тафтиши парвандаи марги ӯ ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикояти кассатсионӣ намуданд. ҳоло маълум нест додгоҳи олӣ дар нисбати парвандаи марги ӯ чӣ тасмиме мегиранд. Алишер Зарифӣ, Шаълои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе. برنامه را ادامه می‌دهیم. تعدادی از مهاجران مقیم ترکیه در اینجا برای دریافت روزی به پیشه قدیمی راه آوردند که مزد خوبی هم دارد. از میان هزاران نفر مهاجر افغان صدها نفرشون به چوپانی مشغولند که به گفته خودشون خوبی و این زمان مشکلات هم دارد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیو مرسیاتا تقدیم می‌کند. چوپانی در بین مهاجران افغان در ترکیه به یک پیشه سرخریدار تبدیل می‌یابد. چون کاری سرپول است که پیدا کردنش آسان‌تر است. ذبیح‌الله افغان که از جنگ و فقر از افغانستان گریخته است در نزدیکی انکره پایتخت ترکیه چوپانی می‌کند. من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم. اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه پاترون منم خوب است. بوزه میچرونیم 700 تا بوز از 2 نفر هستیم. تعداد رسمی پناهجویان افغان در ترکیه معلوم نیست، اما تخمین می شود که بیشتر از 300,000 نفرند. اکثریت بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته به اینجا آمدند. چوپان ها می گویند اگرچه کار سخت است ولی مزد کار بد نیست و تقریبا $300 را تشکیل می دهد. همین ترکیه آمدیم برای کارگری به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم و اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه، بنده خدا رو شکر. اما نه همه از شرایط کار راضی اند. ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه نه مجبور نمیبودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه، به خاطر مثال میرم که سرد است، اینجا خیلی سرد است خیلی. اما اکثری پناهجویان میگویند به این زودی ها به افغانستان برگشتن نمیتوانند و به خصوص در زمانی که طالبان در آن حکومت میکنند. دادستانی ولایت ختلان جنجال یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون را تحقیق میکند که ضمناً از اسلحه استفاده شده است. چند ماه بعد در مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفتند که ضمن دعوای در شب سال نو پولاد برفی سردار شعبه امور داخلی جیهون به پیشانی حامد جان عبدالحمیدزاده سرطبیب ناحیه تپانچه گذاشته و پس از کشمکش به هوا دو تیر انداخته است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org.